آیا تا به حال به این فکر کردید که چرا راهب‌های شائولین ماه‌ها و سال‌ها این همه وقت رو صرف آموزش دیدن می‌کنن؟ یا اینکه چرا اونها اینقدر وقت رو در معابد، کوه‌ها و جنگل‌ها در تنهایی صرف می‌کنن؟ خب شما به کانال مناسبی برای فهمیدن و کشف این موضوع آمدید. راهبان شائولین تمام زندگی خود را به آموزش دیدن و پیشرفت می‌گذرانند تا بتوانند از توانایی‌های تقریباً مافوق بشری استفاده کرده و آنها را کنترل کنند. این هدف تنها از طریق آموزش‌های بسیار خشن و سخت قابل دستیابی است. توانایی‌های استادان شائولین شاهکارهای باور نکردنی است از قدرت ذهنی و جسم که انجام اون برای هر کسی غیر ممکن به نظر میرسه. برای نمونه آنها سر خود را به همدیگر می‌کوبند تا جمجمه خود را سخت کنند و با انگشتان خود به درختان ضربه می‌زنند. این نوع تمرینات است که آنها را قادر می‌سازد فقط روی 2 انگشت دست بایستند. آنها 4 دست و پا راه پله سنگی را بالا و پایین می‌روند بدون اینکه خسته شوند و به نظر می‌رسد این کار را با سهولت مطلق انجام می‌دهند. دلیل قدرت باور نکردنی انگشتان راهب‌های شائولین آموزش‌های شدید آنها 3 سال‌ها تمرین کردن. این تمرینات کمک کردند تا این انگشتان همانند آهن سخت شوند. آنها ابتدا با فرو کردن انگشتان به داخل کاسه‌های پر از خاک شروع می‌کنند و به تدریج به جایی می‌رسند که می‌توانند با هر ضربه سوراخ‌های عمیقی در تنه درختان ضخیم ایجاد کنند. پودینگ روشی دیگر است که در آن راهبان سعی می‌کنند با استفاده از تنها 2 انگشت میخی را از دل یک درخت یا تخت چوب بیرون بکشند. اگر فکر می‌کنید داشتن انگشتانی یا این قدرت فوق‌العاده است، اون وقت در مورد قدرت راه رفتن روی آب یا قدرت کنترل و تنظیم دمای بدن چه فکر می‌کنید؟ برخی از راهبان هستند که با قدرت روی آب راه رفتن شناخته می‌شوند. آنها با تمرینی به اسم بدن سبک به این موفقیت باور نکردنی دست می‌یابند. در این رژیم تمرینی راهبان جوان با سطل‌های پر از آب راه می‌روند. به تدریج و با پیشرفت آنها آب را برداشته و سنگ در داخل این سطل‌ها قرار داده می‌شوند. این روش آنها را قادر می‌سازد بر روی آب راه بروند در حالی که تنها شاخه کوچکی بر روی آب قرار داده شده است. راهبان شائولین همچنین برای حفظ و کنترل دمای بدن خود شناخته شدند. تکنیک یوگا معروف تیممو به آنها امکان می‌دهد با ورود به حالت مدیتیشن عمیق این قدرت را به دست بیارند. واقعاً فوق‌العاده است. حتما فیلم مشهوری را دیده اید که یک راهب یک سوزن را به سمت شیشه‌ای که بادکنکی در پشت آن است پرتاب می‌کند. سوزن به بادکنک برخورد می‌کند. کلید این تمرین اصابت مستقیم سوزن به شیشه با سرعت سریع و تا حد امکان نزدیک به زاویه 90 درجه است. این کار به هیچ وجه آسان نیست و نیاز به تمرکز شدید و همچنین هماهنگی عضلات ذهن دارد. راهبان کل زندگی خود را تحت آموزش‌های ذهنی و فیزیکی گذراندند. آنها یاد می‌گیرند چگونه یک نیروی انرژی معروف چی را از طریق مدیتیشن کنترل کنند. راهبان استاد مراقبه هستند و آنها به چنان سطحی دست می‌یابند که حتی می‌توانند احساس درد را متوقف کنند. دیده می‌شود راهبان روی زغال سنگ و یا آتش به طور عادی راه می‌روند. آنها فقط از درون قوی نیستند. راهبان همچنین سالها به سخت کردن بخش بیرونی بدن خود می‌پردازند. برخی از راهبان چنان قدرتی پیدا می‌کنند که اجسام تیز مانند نیزه نمی‌توانند از پوست آنها عبور کنند. راهبان شائولین آموزش دیدند که می‌توانند قسمت‌های خاص بدن خود را در برابر ضربه از ضربات قوی محافظت کنند. برای این کار آنها وزنهایی را به این قسمت‌های بدن وصل می‌کنند.
مهارت سیکادا برای تقویت تمام نقاط ضعف بدن است تا به آنها توانایی مقاومت در برابر انواع ضربات را بدهد. آیا هنوز قانع نشده اید که راهبان شائولین دارای توانایی‌هایی هستند که فراتر از حد طبیعی است؟ برخی از راهبان بسیار با تجربه توانایی ایجاد مکش در ناحیه شکم خود را دارند. مکش به قدری شدید است که آنها یک کاسه را به شکم خود متصل می‌کنند، آن هم فقط با مکش. نکته جالب این است که هیچ کس نمی‌تواند این کاسه را از شکم آنها بیرون بکشد. حتی گاهی اوقات چند راهب با هم تلاش می‌کنند و شکست می‌خورند. برای تسلط بر این مهارت آنها سالها تمرین می‌کنند و از نظر ذهنی رشد می‌کنند. برخی از راهبان می‌توانند مبلمان مانند میز را فقط با دندان خود بلند کنند. بعضی از آنها چنان تعادل شگفت‌انگیزی دارند که حتی اجازه نمی‌دهند اجناس روی آنها سقوط کنند. برخی از راهبان تخت سنگ‌هایی را که از روی هم انباشته شده‌اند را فقط با زدن کف دست خود و با یک ضربه خرد می‌کنند. نظر شما در مورد ابر انسانی بودن راهبان شائولین چیست؟ کدام یک از این مهارت‌ها بیشتر شما را تحت تاثیر قرار داد؟